سلام، با قسمت از 7 از حروف الفبای کالیگرافی در خدمت شما هستم. مرسی که همراه هم هستی و کانالم رو سابسکرایب میکنی. برسیم به حرف میم. زاویه قلم 45 درجه هست. همونطور که گفتم روی کاغذ هم میتونین که شما خطکشی رو انجام بدید. من اینجا رو کاغذ اومدم خطکشی انجام دادم. حرف میم مدل اول میام از بالا یه همچین حالتی رو میذارم. برای حرف میم شبیه در واقع ه میمونه و بعد در انتها به این شکل. پس به این شکل و دومین حرکت هم اینطوری. اگر بخوام واضح تر توضیح بدم، یه دندونه به سمت داخل میره و از بالای این که تموم شده میام یه دندونه میذارم. یک دو میره داخل و از اینجا میاد به سمت بالا. مدل بزرگ این هم میتونه به این صورت نوشته بشه. همینو بذاریم و بیایم به سمت پایین. مدل بزرگش. حالا این یک مدل، دوباره این مدل هم میشه. من اومدم بالا به این شکل. همین مدل میتونه که صاف هم نوشته بشه. پس مدل اول بزرگ، این مدل یک کلا که بزرگش میره بالا میاد پایین. اینجا که تموم میشه اینجوری شروع میشه. اینم که همون از اینجا میاد صاف به سمت پایین. مدل بعدی حرف میم، یک خط به این شکل، انتهاش به این شکل. پس یک خط اینطوری و اینجوری میشه. دو تا حرکت داره، یک دو. حالا همین میتونه که مثلا اینجوری هم نوشته بشه ها. اینو بذاریم و این صاف بشه دیگه. اینجوری مثلا فرم نداشته باشه، صاف بیاد. همین صاف بیاد. پس اینجوری هم میشه نوشت که این صاف بیاد. حالا مدل بزرگ همین رو، این دومین مدل، میشه که اینطوری نوشت. یک سره بیا به سمت پایین، میشه که اینطوری نوشت. خب پس هم میتونی یک سره بیای پایین، هم میتونی یک مقدار بری اینور و کج بیای پایین. خب این مدل بزرگ دومیه. مدل بعدی حرف میم به این شکله که شما میتونید چند مدل اجرا کنید. بنویسید. یک بیای اینو بذاری، ب رو بذاری به فرم دارو و از این زیر بیای وصلش بدی اینجا، یک گرد حالت نیم دایره بیای. پس اینو بذار یک و بعد بیا اینو بذار. من اینجا این کار انجام دادم. اول اومدم اینو، بعد اومدم اینو انجام دادم. این مدل سومه. میتونی مثلا به صورت یک سره هم بنویسی. بیای اینجا به این صورت هم میشه نوشت. اینجوری هم میشه نوشت. هر کدوم که راحت تری. مدل بزرگش هم میتونی که بیای این حالت رو بذاری و زیرش رو این حرکت رو انجام بدی. پس من اومدم اول
اینو گذاشتم و بعد اومدم اینو گذاشتم اینجا. یه بار دیگه می نویسم، اینو میذارم و بعد میام اینو میچسبونم بهش. خب پس این هم مدل سوم ما هستش. این چرا دوه؟ این سوم ما هستش. خب به این شکله، با پهنای خود در واقع قلمه. نگاه کنید، با پهنای خود قلم میای اینطوری و اینجوری پهنای خود قلم رو یکی دو بار میری رو خودش و فرمش رو اینجوری میدی. این مدل هم جذاب تو کارا استفاده میشه. پس پهنای قلم. حالا برای نوشتن مدل بزرگش هم همین کار رو تکرار میکنم، میام به سمت پایین، همینجوری یک سره میام به سمت پایین. اینم یه چند بار میرم میام و بعد میام به سمت بالا. این مدل 4 حرف میم هستش. حرف نون مدل اول، زاویه قلم 45 درجه، از بالا میام یک خط به سمت پایین و انتهاش یک مقدار تیز، از انتهای اون میام میرم به سمت بالا. حرف نون. پس یک بار دیگه از بالا میام پایین، 1 و 2. مدل اولشه. مدل بعدی میتونه که فرمدار باشه، 1 و 2. این هم 2 تا حرکت داره فرمدارش. یه حرکت و 2 حرکت. حالا همین میتونه که اینجوری هم نوشته بشه، 1 و 2. میره به سمت بالا، جایی که گرد بشه. خب این هستید. پس 1 مدل، 2 مدل و این هم میتونه 3 مدل باشه برای نون. بعضی وقتا میبینیم که نون رو مثلا به این شکل مینویسن، اینطوری مینویسن. نون میشه نوشت. یه بار دیگه مینویسم، این همین میشه مثلا نون. یا مثلا میبینی که به این شکل هم مینویسن، میان اینجوری گرد میکنن و میرن به سمت بیرون. حالا این به عنوان نقطه هم حساب میشه. پس به این حالت هم میشه نون رو نوشت. خب پس این مدل 4ش میشه که یک سره میاد پایین و این هم مدل 5ش میشه که گرد میشه، میره داخل و بر خودش رو خودش برمیگرده. این هم مدل 5 نون.